این همه تو این اینستاگرام میچرخی، فقط یه دقیقه وقت بذار این ویدیو رو با دقت ببین. آدمای بیشعور با توضیح تو باشعور نمیشن. دیدی چه علکی آرامش تو خرج آدمایی کردی که نه تو رو فهمیدن نه اصلا قرار بود بفهمن. واسه حرف آدمایی سوختی که ارزش اشک تو هم نداشتن. لیاقت این که شب تو رو به هم بریزن و هم نداشتن. ولی گلم، یه جایی آدم میفهمه بعضیا مشکلشون با حرف تو نیست، با ذات خوبته، با نور تو قلبته. آخه بعضی از آرامش تو ناراحت میشن، از اینکه هنوز مهربونی ناراحت میشن، از اینکه هنوز ارزش تو از دست ندادی ناراحت میشن، از اینکه با همه زخمایی که خوردی بازم شبیه اونا نشدی هم ناراحت میشن. میگه تو قرار نیست زندگی تو خرج این کنی که همه ازت خوششون بیاد، همه بفهمنت، همه تاییدت کنن. آخه آدمای بیشعور رو نمیتونی قانع کنی، نمیتونی بهشون ثابت کنی که نیتت بد نبوده، نمیتونی مجبورشون کنی که ارزش نیت و دل تو بفهمن. تو فقط بیشتر توضیح میدی، بیشتر هرس میخوری، بیشتر فکر میکنی، بیشتر شب تو خراب میکنی. آخرش هم اونی که خسته تر میشه تویی. آخه بعضیا حتی اگه 100 بارم براشون توضیح بدی بازم همون جوری قضاوتت میکنن که دوست دارن. پس یه وقتایی باید آروم واسسی، نه با خشم، نه با کینه، فقط با احترام به خودت بگی من سهم خودم رو از انسان بودن انجام دادم، بعد نخواستم دل نشکندم، تا جایی که تونستم قشنگ رفتار کردم. اما از اینجا به بعد آرامش من مهمتره. آرامشتو نگه دار، دلتو هر جایی پنه، واقعا هیچی آرامش داشتن نیست. واسه هر حرفی به هم نریز، واسه هر آدمی شب خودتو خراب نکن، چون آرامش گرونترین چیزیه که داری. اونو برای آدمایی که شعورشو ندارن ارزون خرجش نکن.